مستند دستاوردهای مهم وزارت مالیه. وزارت مالیه وظیفه بودجه سازی، تطبیق بودجه، جمع‌آوری و مدیریت عواید، پرداخت تادیات دولت و معاشات، مدیریت امور بیمه و تکافل، ریاست عمومی تصدیها و شرکت‌های دولتی را به عهده دارد و همچنان وزارت مالیه می‌کوشد که کمک‌های مالی جامعه جهانی را هماهنگ و تنظیم نموده و آن را با در نظر داشت اولویت‌ها به صورت مؤثر و شفاف به مصرف برساند. دیدگاه وزارت مالیه رسیدن به رشد و توسعه پایدار اقتصادی و رسیدن افغانستان به خودکفایی تدریجی میباشد. وزارت مالیه در تلاش است تا از طریق جمع‌آوری و مدیریت عواید ملی، جلب جذب کمک‌ها، رشد و تقویت سکتور خصوصی، همکاری‌ها و اتصال منطقه‌ای به رشد پایدار مالی و خودکفایی مالی برسد. رهبری وزارت مالیه در 5 سال گذشته توانست با مدیریت مؤثر عواید ملی را از 99 میلیارد به 208 میلیارد افغانی برساند که افزایش 110% را نشان می‌دهد. شیوع ویروس کرونا در افغانستان، منطقه و جهان، قرنطینه شدن شهرهای بزرگ و رکود تجارت باعث کاهش در میزان عواید ملی کشور گردید. با آن هم وزارت مالیه توانست در سال مالی 1399 مبلغ 174 میلیارد افغانی عواید ملی را جمع‌آوری نماید. وزارت مالیه با تطبیق اصلاحات در بخش ترتیب بودجه ملی، ایجاد شفافیت و موثریت در امور مالی و تدارکاتی و کاهش اجرای زمان تخصیصات توانست که سطح مصرف بودجه انکشافی به سطح حکومت را از 44% و 96% افزایش دهد. با این حال مصرف بودجه انکشافی به سطح حکومت در سال مالی 1399 در حدود 90% میباشد که علت کاهش مصرف بودجه انکشافی شیوع ویروس کرونا در افغانستان و جهان میباشد. برای رسیدن به خودکفایی اقتصادی تدریجی، مبارزه با فساد و ادامه کمک‌ها به افغانستان، وزارت مالیه اقدامات هدفمند را روی دست گرفته و اصلاحات زیاد را طی سالهای گذشته تطبیق نموده است که نصب اسکنرها و ترازوهای دیجیتالی در گمرکات و بنادر مهم کشور، تسریع روند جمع‌آوری مالیات و عواید، به رقابت گذاشتن بست‌های کلیدی و پایین رتبه وزارت مالیه به خصوص منابع عوایدی و شمول تقرر 220 بست مقطع ورودی که از جمله 101 تن اوناس، تقرر 9 بست عالی رتبه گمرکات، ارتقای ظرفیت، نصب سیستم‌های جامع الکترونیکی، عصری‌سازی و دیجیتال سازی سیستم‌های مالی و اداری و معرفی افراد متهم به فساد به ارگان‌های عدلی و قضایی در این راستا قابل ارزیابی می‌باشد. متقاعد ساختن جامعه جهانی برای حمایت مالی از افغانستان، برگزاری موافقانه کنفرانس 2020 افغانستان که به تاریخ‌های 23 و 24 نوامبر 2020 در ژینو برگزار گردید، نقطه عطف در مسیر افغانستان به سوی صلح، رفاه و خودکفایی می‌باشد. با وجودی که شیوع ویروس کرونا تمام نهادها و کشورهای تمویل کننده را با شرایط سخت مالی روبرو نموده بود، با آن هم رهبری وزارت مالیه با مدیریت بهتر حکومت افغانستان توانستند که جامعه جهانی را قناعت دهند تا مبلغ 13.4 میلیارد دلار را برای 4 سال آینده به افغانستان کمک نماید. جلب این کمک‌ها به افغانستان کمک می‌نماید تا این کشور بتواند در سالهای اخیر دهه تحول 2015 الی 2024 به ظرفیت بالقوه‌اش به عنوان یک جامعه پایدار، صلح‌آمیز و خودکفا برسد، به سوی خودکفایی و رشد پایدار مالی.